تا حالا شده بخوای مالیات تکلیفی اجاره رو پرداخت کنی و بین کاغذ و سیستم‌های مختلف سردرگم بشی؟ خب دیگه وقتشه راحت ترین راه رو بشناسی. اینجا سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات تکلیفی اجاره معرفی میشه. سامانه‌ای که سازمان امور مالیاتی برای ثبت، محاسبه و پرداخت آنلاین مالیات قراردادهای اجاره راه اندازی کرده. همون مالیاتی که طبق تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم باید توسط سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، نهادهای مختلف و سایر اشخاص حقوقی از مال الاجاره کسب و پرداخت بشه. حالا با این سامانه چیکار میشه کرد؟ اول از همه اطلاعات ملک اجاره‌ای، قرارداد و اطلاعات مؤجر مربوط به اونها رو ثبت می‌کنی. بعد میتونی برای هر قرارداد درخواست محاسبه مالیات رو بزنی. سیستم هم برات به ازای هر درخواست پرداختی که ثبت کردی قبض مالیاتی الکترونیکی صادر میکنه. فقط کافیه پرداختش کنی و رسیدش رو به راحتی دریافت کنی. ویژگی‌های مهم سامانه چیه؟ امکان پرداخت آنلاین و دریافت رسید پرداخت، امکان مشاهده گزارش‌های متعدد و دریافت آن با فرمت اکسل، نمایش خطاها و نواقص در هر مرحله و درست همونجا که اتفاق میافته. اما چطوری وارد سامانه بشیم؟ خیلی ساده. برو به درگاه my.tax.gov.ir، وارد فهرست پرونده‌های مالیاتی شو و روی جزئیات پرونده بزن. اگه پروندت کامل نبود، از طریق ویرایش پرونده اطلاعات رو تکمیل کن تا به گام 4 برسی. با این سامانه دیگه خبری از کارهای دستی و پرداختهای پراکنده نیست. همه چی یک جا، آنلاین و شفاف انجام میشه. سازمان امور مالیاتی کشور